وقتی که ورزشگران تاجیک در صحنه‌های سپورتی خارج برآمد می‌کردند، من با یک هوس کلان، با امیدی زیاد، با باوری کامل به آنها باور می‌کردم که آنها دستاوردهای زیادی را به دست می‌آورند. من چی میگم؟ دولت برایش برداشتن رحمت میگم با آینده با بهتر شوند. ورزشگرا گفتنی هم که مقصد پیشروی هاشان میخوام، باز هم پیشروی سوز دارن. اصلا تاجیکستان هم برنامه یکم میخوندن. آرزو داریم که چنین جوانان از راههای هر خیلی بگردن و به تربیت جسمانی و آب و تاب بدن و خلق و وطن خدمت کنند. نه ندیدم، لیکن شنیدم که چی کردن، جایای نمایان گرفتن، فخر میکنیم. تمنا دارم که از این بزرگتر باشن، از این بلند باشن، از این بزرگ باشن. فقط اینجا یک کم چی شد که bayrak تاجیکستان اونجا نبرداشتن، bayrak تایلند برداشتن. خطاگی از طرف بیا بود، لیکن خیلی چی بگم، رحمت به بچه‌های تاجیک که در دیگه دولت‌ها رفته چون هنرنمایی میکنن و شان و شرف تاجیکستان، دولت تاجیکستان، بعد bayrak تاجیکستان به دیگر دولت‌ها معرفی میکنن که چون جوانای بالیاقت پهلوان در جمهوری تاجیکستان عزیز گلستانمون هستند. ولیکن افسوس که به همه این نگاه نکرده ورزشگران ما توانستند که در این المپیاد سزاوار مدال‌های برنجی گردند و باوری کامل دارم که در المپیاد آینده باز هم با کامیابی‌های بلند و مدال‌های طلا سزاوار گشته به وطن برمیگردند و به همه آنهایی که در المپیاد اشتراک داشتند به همه آنها در آینده بردباری‌ها و غلبه‌ها آرزو می‌نمایند. ورزشگرای ما این سال خیلی میدونید المپیاد بود در فرانسه. خیلی بگم ورزشگرای ما کوشش غیرت کردن خیلی به یک درجه رسیدن. مثال سامان محمد بیکو مدال برنجی گرفت، بعد دولت و بکسیارمون دویم جا را گرفت.